سلام به همگی، صبحتون بخیر. امیدوارم که یک صبح عالی دیگر رو شروع کرده باشین. دیروز یه نفر پیام گذاشته بود که چرا خودتو معرفی نمی کنی اول جلسه. این عزیزان جدید هستن و با احترام همه شما، من فیروزه جواهریان هستم. رسالتم اینه که به شما بگم اون مغزی که در جمجمه شماست همه چیز شماست، مهمترین بخش بدن شماست و این توانایی رو داره که شما رو به تمام آرزوهای به ظاهر محالتون برسونه. این اتفاق برای من افتاد و بعد از 14 سال کار و واردات پوشاک از کشور ترکیه یک رسالت من عوض شد. داستان تو هایلایت ها هست، میتونید بخونید. و وارد این مسیر شدم. الان که اینجام تمام تلاشم رو میخوام بکنم به آدما بگم که هیچ چیزی بیرون تو نیست و اون چیزی که مهمترین چیزیه که قرار تو رو به خواسته ها و آرزوهات برسونه فقط اون چیزیه که اسمش مغزه و همه ما داریم و خداوند در جمجمه همه ما گذاشته. خدا معرفی کردم برای عزیزانی که جدید هستید. امیدوارم عالی باشین. جلسه 13 هستیم از آموزش 16 مانع ثروت. مانع سوم اینه که خیلی از آدما برای خواسته هاشون شرط میذارن. شرط نذار. مانع اینه که نباید شرط بذاری. توضیح میدم بیشتر متوجه بشید. اکثر آدم ها که تعدادشون هم کم نیست، میتونم بگم تقریبا 95% از آدم ها با این تفکر زندگی میکنن. میگن که برای اینکه من احساس خوشبختی بکنم فلان اتفاق باید بیفته. حالا با مثال میگم، شفافتر براتون بازش میکنم. برای اینکه من اون کار رو انجام بدم قبلش باید این اتفاق بیفته، وگرنه من این کار رو انجام نمیدم. این کار در واقع به خودشون دارن میکنن دیگه، چون برای کسی که اتفاق خاصی نمیفته. آدمی که میگه من میخوام خوشبخت باشم، من میخوام احساس خوشبختی کنم، من میخوام حالم خوب باشه، خوشحال باشم، پس اول فلان اتفاق بیفته. این گروه آدم ها زیادن و حالا گوش کنید. خبر خوبی ندارم براتون و اون اینه که هرگز اون اتفاق نمیفته. دلیلاشو براتون میگم چرا. یه آدمی میاد میگه که من اگه سرمایه داشته باشم شروع به کار میکنم. خب فرضاً این آدم توی یک خانواده‌ایه که هیچ سرمایه‌ای قرار نیست بهش بدن، پس هرگز اون کارو شروع نمیکنه. یا یکی میاد میگه که اگر من یه آدمی بیاد تو زندگیم، اگر من یک رابطه عاطفی خوبی داشته باشم، میرم خودم رو لاغر میکنم. خیلی از آدم‌ها اینطوری فکر میکنن. یا یه آدمی میاد میگه که مثلا بهش میگیم که خب برو زودتر رانندگی رو یاد بگیر، هرچی سنت پایین‌تره، جسارت آدم یه جور دیگه است. اشتیاق، اصلا بحث جسارت است، ما اون جسارت رو تا آخر عمرمون هم میتونیم بلد شیم که حفظش کنیم. اشتیاقت، برو ذوق داشته باش. نه، جواب اینه. اینایی که میدارم میگم همه رو توی مشاوره هم داشتم. نه، من تا ماشین نخرم، خودش هم حالا نمیتونه، شرطشو نداره، تا بابام ماشین برام نخره من رانندگی یاد نمیگیرم. تا همسرم برام ماشین نخره، تازه به نامم هم نکنه، من نمیرم رانندگی یاد بگیرم. این گروه از آدما باید اینو بدونن. دقت کنید. بهانه‌ای داره مغزشون میاره برای اینکه از جاشون بلند نشن، برای اینکه حرکتی رو انجام ندن. تو تمام این جلسات گفتم یکی از قوانینی که باید یاد بگیریم راجع به مغز میخواد انرژی مصرف نکنه. مثل اون بچه تنبل است که میخواد بره نره مدرسه، خودشو میزنه به سردر، عطسه میکنه، الکی هی 2 تا سرفه میکنه. بعد شما که مادری تشخیص میده این مریض نیست، دستتو میذاری رو پیشونیش، بدنش یه چک میکنی، میبینی نه بابا تا 1 ساعت پیش داشت میدوید بازی میکرد، الان قراره مشق بنویسه، الان قراره بره مدرسه، امتحان داره بهانه میاره. مغز همونه. مغز مثل یک بچه‌ایه که دائما میخواد برای شما عذر و بهانه بیاره. پس یکی از دلایلش اینه که اون مغز داره بهانه میاره که تو حرکت نکنی. لاغر شدن تلاش و زحمت و کوشش میخواد. رانندگی بخوای یاد بگیری باید پاشی بری کلاس بری، حالا آیین‌نامه داره، امتحانایی که مختلفه، حالا هر روزم قوانینش تغییر میکنه تا شما بتونی مدرکشو بگیری، بعد اجازه داشته باشی پشت ماشین بشینی. و یا
خیلی چیزای دیگه. یه یار خوب بیاد من برم خودم رو لاغر کنم، اون یاره کجاست؟ تو باید جذبش کنی. تو شرط گذاشتی. شرط گذاشتن بسیار کار خطرناکیه. چرا؟ دقت کنید، من توی صحبتام به شما گفتم ضمیر ناخودآگاه هر آدمی فقط اون آدم رو میشناسه. وقتی من میام شرط میذارم بهش میگم که من لاغر نمی کنم تا اون اتفاق بیفته، اون لاغر نمی کنم و فقط متوجه میشه. خب اجازه نمیده شما وزنت بیاد پایین، اجازه نمیده شما لاغر بشی و برعکس دائما اتفاقها و شرایطی رو سر راه شما میذاره که شما هی چاق و چاق‌تر بشی. حالا این گونه افراد، این نوع اشخاص یه نشونه بزرگی توشون دیده میشه که اسمش وابستگیه و یه نشونه دیگه هم دیده میشه عدم مدیریت شخصی. این گروه آدما همش باید به یک چیزی وابسته باشن، شرط میذارن این بشه که من اون بشم، اینجوری بشه من اون کارو بکنم، اون بیاد من این حرفو بزنم. خب یه نشونهشون وابستگی شدیده، یه نشونهشون هم اینه که اینجور افراد اصلا مدیریت شخصی و درونیشون رو بلد نیستن. همه اینام چیه؟ میرسه به جایی که ما خودشناسی و خداشناسی رو نمیدونیم. و میخوام اینو به شما بگم، اینجور افراد حتی اگر اون اتفاقا بیفته، گاهی حالا میفته، مثلا طرف میاد شرط میذاره میگه که من فلان کار رو نمی کنم تا اون اتفاق بیفته. اون اتفاق میفته. مثلا مثال دارم برای شما میزنم، من نمیرم رانندگی یاد بگیرم تا بابا ماشین بهم بده یا ماشین برام بخره. بعد حالا بابای بنده خدا به هر ترتیبی که هست ماشینه رو فراهم میکنه، رانندگی رو یاد میگیری، پشت ماشین میشینی. اما یه راز بزرگی تو این جهان هست، ذهن ما به همه چیز زود عادت میکنه. ذهن ما دائما لذت‌های جدید رو از ما طلب میکنه. برای همینه که وقتی شما هر کاری رو میکنی یه مدت برات تازگی داره. فلان لباس رو میپوشی، 2 دفعه تنت میکنی میری یه چیز دیگه دوست داری. فلان جواهر رو میخری میری یه مهمونی گردن یه کسی دیگه یه چیز دیگه میبینی دلت اونو میخواد. ماشین میخری نوعه، بعد 2 ماه 3 ماه میبینی همسایه بالای این ماشین خرید، میگه بذار برم پولامو جمع کنم ماشینمو بفروشم برم همونو بخرم. این یه بازی ذهنیه و بشر کلا مغزش اینطوری طراحی شده و وقتی که یه چیزی رو داره سریع لذت تموم میشه، مغز طلب یه چیز دیگه میکنه، یه چیز دیگه میخواد، یه چیز جدید میخواد. پس اگر اون آدمی هستی که منتظری که مثلا فلان ماشین بیاد زیر پات بعد تو رانندگی یاد بگیری، باید اینو بدونی رانندگی رو که وقتی یاد گرفتی بعد از ماشین اومد 2 ماه که رانندگی کردی دوباره میرسی به یک نقطه‌ای که میگی من دارم الان یه چیز دیگه میخواد. بعد اگه آدمی باشی که شرطی باشی، دنبال شرط و شروط باشی، کلا تمام زندگی تباهه، چون همش میخوای منتظر بشی. یک وابستگی درونی داری به همه چی و به همه افراد. این اتفاقه باید بیفته تا من اون کارو بکنم. حالا میخوام بگم که برای اینجور افراد اون اتفاقا نمیفته. اگرم بیفته لذتشون کوتاه مدته، چون ذهنشون دوباره دنبال یه چیز دیگه میگرده. و چیزی که من دائما راجع به صحبت میکنم و برای خودم مهمترین چیزه و اصلا اساس آموزش های من بر مبنای نام خداست، اینه که افرادی که توی این گروه هستن شرک دارن اما نمیدونه که اگر تو چیزی رو میخوای باید اتفاقا برعکسه. شما باید بگی که من لاغر میکنم تا اون آدمه بیاد تو زندگی من میرم گواهی نامه‌مو میگیرم تا اون ماشینه بیاد تو زندگی من. یه مثال دیگه هم زدم، من میرم کارمو شروع میکنم با توجه به استعداد درونی که دارم، میرم چیزی رو پیدا میکنم، خودم رو توش قوی میکنم، بعد اینقدر پول میاد تو زندگی من که اصلا اون سرمایه اولیه که بهش فکر میکردم در برابرش هیچه، صفره. و میخوام اینو بگم، شاید خیلیاتون خوشتون نیاد چون من تو مشاوره هم داشتم و یه مثال رو براتون میگم. یکی از عزیزانی که اومد پیش من با یه همچین شرایط مشابهی یه خبری میخوام بدم، یه چیزی میخوام بگم، شاید خوشایند نیست. این گروه آدما اصلا خدا رو نمیشناسن.
خدا یک نیرویی که در درون شماست. شما وقتی یه چیزی رو طلب میکنید باید از خودتون طلب کنید، نه اینکه فلانی برای من ماشین بخر تا من اون کارو بکنم، یا اینکه من باید وایسم یه آدمی بیاد تو زندگیم برام لاغر کنم. دقیقاً این مثال چیه؟ مثل این که شما بگید که من انقدر خودم رو لاغر نمی کنم تا یه عروسی دعوت شم. خب حالا یه موقع یه عروسی به شما زودتر گفته میشه از نزدیکان شماست، پسر عموه، پسر خاله است، خواهر، برادر. 2 ماه بعد 3 ماه بعد شما آمادگی دارین، لباس میخواین بدوزین، میگی بذار برام بذار لاغر کنم بعد برم یه لباس بدوزم یا تهیه کنم. اومدیم و شما همین 2 روز دیگه یه کارت عروسی اومد برای دم خونتون، نمیخوای بری؟ ما اصلا از برنامه‌های خدا خبر نداریم. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که درخواست بدیم من میخوام لاغر شم، شروع میکنم، خودم رو لاغر میکنم. من میخوام رانندگی یاد بگیرم، شروع میکنم، راننده میشم، رانندگیمو میرم یاد بگیرم، مدرکمو میگیرم. وقتی که جهان میبینه حرکت کردی، هدف داری، چون یه هدفی تهش گذاشتی، در واقع شما هدف مندی و هدف گذاری رو یاد گرفتی. وقتی که میبینه این اتفاق داره میفته از یه جاهایی که بشر هنوز نمیدونه چجوری، به صورت معجزه آسا اون چیزی که دلت میخواد وارد زندگیت میشه. اینو باید یاد بگیری. و یه راز بزرگی وجود داره. اون راز همینه. وقتی شما شروع میکنی، حرکت میکنی به طرز عجیبی از یه جایی که خودت هم نمیدونی چرا، اون میاد تو زندگیت و اون معجزه اتفاق میفته و اون چیزی که دلت میخواسته خلق میشه. مثلا اگر آدمی بودی که اضافه وزن خیلی بالا داشتی و همیشه به دلت میخواسته که یک رابطه عاطفی داشته باشی و تو ذهنت میگفتی اگه اون بیاد من میرم لاغر میکنم، به محض اینکه شروع میکنی با یک برنامه درست و تداوم و استمرار، نه اینکه من یه هفته بیام کم خوری کنم ورزش کنم بگم کو پس چرا نیومد، نه، استمرار تا رسیدن به هدف. شما به جای یار عاطفی هدفت باید این باشه که من اگه 20 کیلو اضافه وزن دارم انقدر ادامه میدم تا اون 20 کیلو از بدن من خارج بشه، چربی های اضافه. شما این کارو بکنید و ببینید وقتی به اون نقطه انتهای هدفتون میرسید و اون 20 کیلو اضافه وزن کم میشه، چه اتفاقات دیگه ای میفته که اصلا اون یاره، اون آدمه برای شما کم رنگ میشه. چون شما به خودتون وصل میشید، به یک نیروی وصل میشید. وقتی اون کار انجام میدید یک عزت نفسی در شما شکل میگیره که شما دیگه اصلا به اون یاره عاطفی دیگه فکر نمیکنید. نوع دیدگاه تغییر میکنه. یعنی من توی این جلسه نمیتونم تمام زوایاشو برای شما توضیح بدم چون زمان اجازه نمیده. اما آدمی که هدف میذاره، شرطو میذاری کنار، میگه من نتونم انجام بدم، من میرم انجامش میدم، بعد ببین که چطور بارش میکنه از جهان هستی معجزه ها به زندگی شما. من خودم یه شعاری دارم، همیشه هم همینجا میگم، مینویسم بچه‌ها یاد بگیرن. من خودم از بچگی این احساس رو داشتم ولی هی تقویتش کردم و الان به جایی رسیدم که میگم ترس‌های من باید از من بترسن. چون من به محض اینکه یه چیزی میاد تو ذهنم اراده میکنم انجامش بدم، دیگه اصلا مانعی وجود نداره. میگم مانع چیه؟ مانع رو من میرم و میبرم. ما باید اینطوری فکر کنیم. اونم تازه من بین نمیبرم. وقتی خدا میبینه من برتر تو، خدای درون تو میبینی تو چه شعاری داری، تو میگی ترس‌های من باید از من بترسن، کاری که برای تو میکنه چیه؟ راه ها رو برات باز میکنه. میگه این از اون بنده هاییه که من رهاش نمیکنم. بنابراین ازتون میخوام اگر تو امروز آدم شرطی بودی، اگر دائما حالا برای همسرت، برای پدرت، برای عزیزانت، برای دور و برت، برای هر کسی شرط و شروط میذاشتی برای رسیدن به اون خواسته، از امروز این قانون رو یاد بگیر. اگر اینطوری زندگی کنی به خواسته هات نمیرسی، ولی اگر شروع کنی خواسته خودت رو هدف قرار بدی و اتصال پیدا کنی به نیروی درونت، معجزه هایی میبینی که خودت هم باورت نمیشه. من 2 تا داستان از مراجعینم براتون میگم که
بیشتر خودتون رو بشناسید و جذاب این داستان ها بین تمام مشاوره ها. یکی از این خانم هایی که تو مشاوره اومد یه روز اومد به من گفتش که از او آدم شرطی بود، یه جای کار میکرد و بسیار بسیار تو کارش حرفه‌ای بود و مدیرش بهش خیلی احترام میذاشت و مدیر به جایی رسیده بود که دلش نمیخواست اینو از دست بده و ایشون اینو فهمیده بود. دقت کنین چه اتفاقی افتاد. ایشون فهمیده بود چون کارش خیلی خوبه و قبل از خودش خیلی ها اومدن و رفتن و مدیر نتونسته باشون به توافق برسه، همه رو اخراج کرده، خیلی داره به این احترام میذاره و یه جورایی به این داره بها میده و به حرفش گوش میکنه که این نره. ایشون یه آدم شرطی بود، از اونا بود که شرط برای همه چی میذاشت. خیلی خطرناکه، خیلی حس خطرناکیه. به جایی رسیده بود که برای مدیرش یه شرطی گذاشته بود، حالا هرچ، یا حقوق منو بیشتر کن، یا این وامو به من بده، یا این پاداشو به من بده، یا یه کاری برای من بکن دیگه. در هر صورت یه شرطی بود و به طرز عجیبی ببینید اتفاقی که افتاده بود و ایشون اومده بود مشاوره این بود. میگفت خیلی راحت یکی دو بار به حرفم گوش داد، بار آخر اومدم وارد شرکت شدم دیدم یه نفر نشونده سر جام، رفتم اعتراض کنم، گفت اصلا اعتراض نکن، من یه بار به حرفت گوش کردم، دو بار به حرفت گوش کردم، از بار دوم به بعد رفتم دنبال یه آدمی گشتم، به تو هم نگفتم، پیداش کردم آوردم نشوندم رو صندلی تو، از امروز هم هر چی که هست برو تو حساب داری، تصویه، برو خدافظ. و ایشون با یک حال بدی اومد پیش من و من بهش گفتم خب تو درستو گرفتی. وقتی ما شرط و شروط میذاریم یعنی مشرکیم، شرک داریم به دلایل مختلف. حالا یه مورد دیگه داشتم و ایشون کلا اومد پیش من، از اونایی بود که میگفتش که همه‌اش دنبال این بود که پدرش بهش چیزی بده. خب پدرشون شرایط مالیشون خوب بود، اما یک شعاری داشت، این شعارها سازندن گاهی، و به بچهش گفته بود که من به تو سرمایه نمیدم، به بچه‌هاش برید شروع کنید، من ببینم نتایج شما رو، اون موقع من به شما هر چی خواستین میدم، اما تا زمانی که شروع نکنین من به شما هیچی نمیدم. یه شرط خداگونه بود، خیلی شرط قشنگیه، چون خدا میگه چی؟ میگه تو شروع کن، تو منو صدا کن، من از رگ گردن به تو نزدیکترم. حالا اون خانم اومد پیش من، یه دختر خانمی بود، حال بد و ناراحت و از این مدل‌ها که سنش هم خیلی کم بود. من اصلا دپم، من افسردم، من حالم بده، من اینم، من اونم، من فکر این زده به سرم، این کارو بکنم اون کار. گفتم حالا چرا؟ مشکل چیه؟ گفت پدر من این همه پول داره به من سرمایه نمیده. گفتم خب نمیده، نمیتونیم کاریش بکنیم که، بیا یه راههای دیگه بریم. گفت نه، اولش خیلی مقاومت میکرد، راهی وجود نداره، وقتی بابای من این همه پول داره، اینو داره، اونو داره، چرا من باید الان هیچ پولی نداشته باشم؟ پولی تو جیبی هم دیگه نمیده از یه جایی به بعد به ماها، میگه برین کار کنیم بعد من به شما همه چی میدم. گفتم خب خیلی خوبه که. گفت خب من چیکار کنم؟ گفتم تو هیچ استعدادی نداری، هیچی درونت نداری که اینو شکوفا کنی، بیا یه کاری بکنی، یه درآمدی برای خودت شروع کنی از صفر. گفت از صفر؟ مگه میشه از صفر؟ گفتم آره از زیر صفر. من خودم هم کردم. من روزی که کارمو شروع کردم، یه خانم خانه‌دار بودم، داشتم بچه‌داری می‌کردم، خانه‌داری می‌کردم، مهمونداری می‌کردم، اصلا کسب و کاری نداشتم. از توی همون خونه‌ای که زندگی می‌کردم و اصلا مال منم نبود، هیچی مال من نبود، من شروع کردم از شمع سازی، چون عاشق شمع بودم. همین. حالا داستانو برید تو هایلایت‌ها و توی کانال تلگرام گفتم به گوش کنید. و بهش که تعریف کردم داستان خودمو، کم کم نرم شد. گفتم تو چه کاری رو خیلی خوب انجام میدی؟ گفت من میکاپ کردن خیلی دوست دارم. اما موقعی که بچه بودم، مامانم و خالم و عمم از دست من زله بودن. تا مثلا عمم میومد خونه ما مهمونی، بنده خدا دیگه میدونست، میگه بیا این کیف آرایش من، تو اول بیا من آرایش کن، بعد من برم ببینم مامانت چطوره یا برم با بقیه احوال پرسی کنم. میگه خیلی کوچولو بودم، مثلا 6 ساله 5 ساله، و میگه به طرز عجیبی، خب نه اینکه حالا خیلی حرفه‌ای، میگه بلد بودم آرایش کنم، عاشق آرایش کردن بودم. بعد تازه میگفتم حالا برو صورتتو بشور بیا دوباره آرایشت کنم. میگه این یه چیزیست که الان دیگه طنزه، تو خانواده همه میگن از بچگی ما از دست تو این خاطره رو داریم که همه رو ذله می‌کردی. گفتم خب
این یه استعداد نیست به نظرت؟ گفت الانم دوستان و بسیار صورتش زیبا آرایش کرده بود. خلاص از همونجا شروع شد. ایشون رفت از آموزش‌های رایگان شروع کرد که توی فضای مجازی پره. شما بزنید مدل سایه زدن، 1000 تا برای شما ویدیو میاد. میکاپ کنم، چی زیر بزنم، چی رو بزنم، زیر چشم چی بزنم، ریملمو، موجه رو چجوری دیدید؟ آرایش‌های چشمو، دو تا چشم آرایش میکنن، یکیش ریز میشه یکیش درشت. الان همه چی رایگان در دسترسه. ایشون شروع کرد، بعد رفت علاقه‌اش بیشتر شد، اشتیاقش، و حالا طی ارتباطی که داشتیم با مشاوره ها شروع کرد به کار کردن. پدرش وقتی دید که داره کار میکنه، رفته یه جایی داره کار میکنه، حقوق میگیره، آروم آروم حواسش رو جمع کرد، فهمید که این دختر متوجه شده که حرف پدرش چی بوده و الان خودش یه جایی رو داره اصلا اولا که دیگه نمیتونست اونجا بیاد بیرون، انقدر مشتریا بهش عادت کرده بودن، انقدر دوستش داشتن، چون یه دختر خیلی شیطون و خیلی بانمک و خوشرویی بود و دیگه نمیتونست بیاد بیرون. و بعد پدرش گفت حالا که اینطوریه بیا من کمکت میکنم، دوست داری مدرک بگیری، دوست داری میتونیم جواز کار بگیری، آرایشگاه بزنیم و الی آخر. میخوام اینو به شما بگم، یکی از موانع باز شدن انرژی ثروت و اینکه شما ثروت رو جذب نمی‌کنید چون شرط میذاری من اینطوری بشم تا اونطوری بشه، من اینطوری بشم تا اونطوری بشه، اون اتفاق بیفته تا اینطوری بشه. فکر میکنم که توضیحات کامل رو گفتم به شما، ولی باز هم دارم به شما میگم موانعی که دارید توی این روزا یاد میگیرید. من سال 1404 برای خودم یکی از سالهای مهم زندگیمه و ایمان دارم که اتفاقاتی رو میتونم رقم بزنم که شاید از نظر بعضی ها بسیار غیر ممکن و محاله و عزیزانی هم که کنار من هستید بدون این اتفاق برای شما میفته، چون انرژی ما به هم اتصال پیدا میکنه، اما به شرط حرکت. اگر من یه جا بشینم فقط بخوام هیچ اتفاقی نمیفته. شما یه لیوان آبم که بخواین با درجاتون بلند شین یا اینقدر تشنگی رو تحمل کنید تا خواهرت برادرت رد چه بگه برو یه لیوان آب برای من بیار، هیچ چیزی خود به خود اتفاق نمیفته. یکی از قوانین بزرگ این جهان هستی اینه که در حرکت کردنه که شما قدم‌های بعدی بهتون گفته میشه، تو کسب و کار خصوصا. بنابراین حرکت کنید، به خودتون ایمان داشته باشید. یک نیروی در درون شماست که وقتی بهش وصل بشید نمیدونین برای شما چی کار میکنه. من اسمش رو روی این پلاک هک کردم. عزیزانی که این پلاک رو نزدیک دیدین توی پیج منم هست، اسم خدا روشه، چون من خودم از جایی که خدا رو کامل درک کردم معجزه هام شد. معجزه میگم براتون ها، یعنی من صبح که بیدار میشم فقط معجزه است. من عزیزانی که پیشم کار میکنن، اتفاقا 2 روز پیش بود که خانمی هستن که کنار منن دائما، یه مسئله اتفاق افتاد، اشک منو دید، یعنی یه تماسی با من گرفته شد، یه چیزی اتفاق افتاد و بهش گفتم فقط اینو دستم کردم، یه جایی رفتم یه کاری باید انجام میدادم، گفتم خدایا میسپرم به تو، رها میکنم و بهترین نتیجه رو میخوام. و اون موقعی که اون تلفن به من زده شد، اون خانم کنار من بود و بهش گفتم ببین چی کار میکنه، ببین وقتی واگذار میکنی اما حرکت کنی. من خودم رفتم یه جایی قرار بود برم، یه صحبتی رو انجام دادم، از اونجا که اومدم بیرون قشنگ یادم اینم تو دستم بود، گرفتم تو مشتم، گفتم من به تو میسپرم و از این لحظه رها، چون من کارمو انجام دادم. وقتی رها کردم یک نتیجه‌ای داد که واقعا باور کردنی نبود. بنابراین اولین قدمی که ما باید تو زندگی برداریم برای هر چیزی، خدا رو یه جور دیگه بشناسیم. ما هممون خدا رو میشناسیم، اما باید انگار که از اول خدا رو بشناسیم. خدا درونمونه، خدا دور نیست. وقتی که حرف میزنیم، عمل میکنیم، هم ما رو میبینه هم میشنوه. هر چیزی که اعلام میکنیم و میره که بیاره برای ما. خیلی پس باید دقت کنی که چی به خودت میگی، واگویه ها، نجواهای ذهنی چیه، باورت از خودت چیه، تمام اونا رو میبره برات، عین همونا رو دوباره بهت برمیگردونه. پس کسایی که میگید چرا بر ما اتفاقی نمیفته، چرا زندگیمون عوض نمیشه، این جلسات مهمه و بعد از جلسه 16 ها جلسات رو پیج برداشته میشه.
خبر خوب اینه که تو یوتیوب بارگذاری شده و میتونید اونجا این جلسات رو بارها و بارها ببینید. خیلی دوستتون دارم. تا جلسه 14 که فردا برگزار میشه. خدا نگهدارت.